در این ویدیو قصد دارم درباره چند راهکار برای ارتقای تفکر خلاق برای فرزنداتون صحبت کنم. برای فرزندامون کتاب بخونیم، قصه بگیم و از اونها هم بخوایم که برای ما قصه تعریف کنن. مثلا اتفاقاتی که در طول روز براشون میفته رو مثل یه داستان برامون تعریف کنن. مشاهده کردن رو بهش یاد بدیم. مثلا اینکه تو هر فصل میتونیم ببریمش به طبیعت که از نزدیک تفاوت فصول رو ببینه و بعد از این مشاهداتش توی فعالیت‌ها و بازی‌هاش استفاده کنه. مثلا اینکه ازش بخوایم که یه نقاشی در رابطه با فصل‌های مختلف بکشه. اجرای نمایش و مدل سازی هم خیلی میتونه به رشد تفکر خلاق کمک کنه. مثلا اینکه از فرزندمون بخوایم یه شغل انتخاب کنه و اون رو به صورت پانتومیم برای ما اجرا کنه و ما حدس بزنیم که چه شغلی رو انتخاب کرده. گوش دادن به نظرات متفاوت و ابراز ایده رو بهش یاد بدیم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که باش کارتون مورد علاقش رو تماشا کنیم و بعد در رابطه با اون باش صحبت کنیم. کدوم شخصیت مورد علاقته؟ چرا؟ و بعد دقیق بهش گوش بدیم و بعد از اون میتونیم خودمون هم نظرمون رو باش در میون بذاریم. از ایجاد فرصت برای فعالیت‌های گروهی و همکاری تیمی غافل نشیم. چون در واقع توی فعالیت‌های گروهی هست که فرزند ما این امکان رو پیدا می‌کنه که خیلی نظرات متفاوت بشنوه و توی قسمت‌های مختلف ایده‌اش رو بیان کنه و این خودش از مهمترین راهکارها برای رشد تفکر خلاق هست.